اومدی با خدا حرف زدی، خدا باهات حرف زد، فهمیدی هم که خدا باهات حرف زد. با این دستی که میخواد بیاد در خونه خدا بالا نمیشه باهاش هر غلطی کرد. این دست رو آوردی بالا گفتی العفو. این دست تبرکه. در روایت اومده هر وقت دستو بلند کردی برای دعا بمال به صورتت. چرا آقا جان؟ فرمود خدا هیچ دستی رو که در خونش بیاد خالی رد نمیکنه و نوری نازل میکنه. این دستی که در خونه خدا ما نور داره، بمال به صورتت. این دستی که به نور العفو، به استنزال رحمت شده با دراد، یعنی این دست حرمت داشته در خونه خدا تونسته بلند شه. با این دست گناه نکن، از خدا بترس. یه چند سبا از تکلیف تا ازدواج 5-6 ساله اینو خدا گذاشته به خدا امتحان پس بدی بعد ازدواج. خدایا ما را موفق به تقوا بدار. خدایا دنیا و آخرت دست ما را از دامن آلوده کوتاه کن.